نوت 13 پرو یه گوشی خوب توی سخت‌ترین بازه قیمتی یعنی 12 تا 17 میلیون تومان. حالا ببینیم با رقیبای خودش یعنی پوکو X6 پرو یا گلکسی A54 ارزش خرید داره یا نه. بریم ببینیم. گوشی نازک، سبک و خیلی خوش‌دستیه. صفحه نمایش 12 بیت با روشنایی خیلی بالایی داره. جک 3.5 میلیمتری برای هندزفری و میکروفون‌های سیمی داره و عملکرد پردازندش برای گیم واقعا عالیه. و از معایبش براتون بگم اینه که رنگ مشکیش خیلی لک میگیره به خودش و دوربین سلفی و دوربین اولترا وایدش خیلی مزخرفه مثل خیلی از شیائومی‌های دیگه. و اینو بگم اگه دوربین براتون مهمه قطعا سامسونگ A54 بگیریم بهتره و اگه برای گیم میخواین پوکو X6 پرو بگیریم. این گوشی رو برای اونایی پیشنهاد میکنم که استفاده روزمرگی معمولی و نرمالی دارن و هیچ مشکلی برای استفادهش ندارن. حتما توی کامنت ها برامون بنویسید که استفاده شما چطوره و چطوری استفاده میکنید. ارادت.